طراحی دستی یا کامپیوتری. برای هر دوی این واژه‌ها یک دانشی هست که باید بهش مسلط باشی، دانش ایده پردازی و خلاقیت که همون تفکر دیزاین رو در طراحی محصول برای ما ایجاد میکنه. شما باید این تفکر رو پرورش بدید. حالا اون چیزی که تو ذهن شماست از این ذهنیت تا بیاد به عینیت تبدیل شه، با هر روش اجرایی میتونید پیادهش کنید. با دست باشه، کامپیوتری باشه، یا اینکه مستقیم برید و پروسه ساخت رو پیش بگیرید. و اینکه شما اگر فقط به تنهایی با کامپیوتر کار کنید، اپراتور صرف محسوب میشید. و پیشنهاد من بر اساس تجربه‌ام اینه که هر دو رو یاد بگیرید. ابتدا دانش دیزاین و ایده پردازی و بعد یک نرم افزار اجرایی که حالا ماتریکس و راینو هست. اون وقت شما به عنوان یک هنرمند 3D کار محسوب میشید و بستر کار براتون وسیع‌تره. بعد از کرونا اتفاقی که افتاد، مردم در فضای مجازی دائم بودن، اینستاگرام، پینترست، گوگل، و کارهای زیبا رو میدیدن، برندها رو شناختن، سلیقه بصریشون تغییر کرد و کارخونه ها رو آوردن به جذب طراح و این نیاز براشون بیشتر از قبل احساس شد. و به خاطر همین الان با این افزایش قیمت و افزایش سلیقه بصری مردم، کارخونه ها میطلبن که نوآوری داشته باشن. حالا در یک جامعه کوچیک یک شخص طراح یا در یک مجموعه بزرگ یک کارخونه، نوآوری خیلی کمک میکنه که در این بازار پر از چالش و رقابت بتونن خیلی عملکرد بهتر و قوی تری داشته باشن.